یک و در ترتیب مصحف هم 71 است و عدد آیاتش 28. این صورت را به خاطر نوح میگه که الله تعالی در این صورت قصه نوح علیه السلام را بیان کرده. مناسبت است که قبلا تخویف اخروی بود، در این صورت تخویف دنیوی است. در صورت قبلی تقابل صفات مؤمنان بود با کافران، در این صورت سبب اختلاف را بیان میکنه. موضوع محوری این صورت اثبات توحید و اخلاص طاعت و عبادت برای الله سبحانه و تعالی است و ابطال عبادت اوثان و اصنام هست و ارائه دلائل بر وجود الله تعالی و وحدانیت پروردگار است. یک کسی بری که فهمه پیدا کنی که مفت میتانه وجود اما که عبدالاول کل تو ملامت اشی مکت کار دارم درس خلاص شود. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا ما فرستاده بودیم نوح علیه السلام را به سوی قومش. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از آن که برسد برایشان عذاب دردناک. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از این که خواهد آمد به عذاب درددهنده. قال او گفت یا قوم انی لکم نذیر مبین، ای قوم من یقینا من برای شما ترساننده آشکارا هستم. ان اعبدوا الله، که بندگی کنید الله تعالی را. واتقوه، و خاص از الله بترسید. و اطیعون، و از ما پیروی نمایید. بندگی کنید الله تعالی را. واتقوه، خاص از الله بترسید. و اطیعون، و از من پیروی کنید. یغفر لکم من ذنوبکم، خواهم آمرزید، یا یغفر لکم خواهد آمرزید، من ذنوبکم گناهانتان را. و یؤخرکم، و بعقب خواهد انداخت شما را الی اجل مسمى، تا به تاریخ مقرر. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر، یقینا تاریخ مقرر الله تعالی اذا جاء وقتی که بیاید لا یؤخر هرگز تاخیر انداخته نمی شود. لو کنتم تعلمون، اگر می دانستید بسوی آنچه که شما را دستور می دهم می شتافید و یقین می کردید که اجل مقرر شده، امو وقت مقرر شده او حتما می رسد. ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. آل مناجات نوح علیه السلام را به پروردگارش ذکر میکنه. قال نوح علیه السلام گفت رب پروردگارا، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، یقینا من دعوت دادم قوم خود را به سوی توحید تو، لیلا و نهارا، شب و روز. چون عمر زیاد نوح علیه السلام گذشت، خوی قوم ایمان نیاورد جز اشخاص کم. نوح علیه السلام در موردشان به الله تعالی شکایت کرد، دعا کرد. دعا یکی بود که پروردگارا شب و روز اینها را دعوت دادم. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، فلم یزدهم پس نیفزود دعایی دعوت من الا فرارا جز به گریزشان. شب و روز خدای دعوت دادم، بجایی که زیاد شده برم دیگه مخالفت ها زیاد شد. در عوض پذیرش دعوت راه فرار و دوری از من و دعوت را در پیش گرفتن. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، یقینا وقتی که من دعوتهم خواندم ایشان را به سوی توحید، هر مرتبه که یار دعوت می دادم که بیایید بپذیرید توحید خدا را، لتغفر لهم تا در نتیجه ایمان و تقوا و طاعت آنها را بیامرزی. خدایا یار ما دعوت دادم که بیای ایمان بیارید، توحید را بپذیرید که در نتیجه خدا شما را ببخشد. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، فرو بردن اصابعهم انگشتانشان را، فی آذانهم در گوشایشان. الله هر باری که یارا می گفتم بیایید توحید را بپذیرید که الله مغفرت تان کنه، دستا انگشتای خدا به گوش می گرفتن که تا آواز مرا نشنون. واستغشوا ثيابهم، جامه هایشان را به سر کشیدن. یعنی ما وقتی که دعوت می دادم امو به اصطلاح چادر و پتو را در سر من داخت که ما را نبینه. و اصروا، و به کفر و فسوقشان اصرار ورزیدن. و استکبروا استکبارا، و تکبر کردن تکبر زیاد. و استکبروا استکبارا، با شیوه دعوتش بیان میکنه. ثم سپس انی دعوتهم جهارا،
یقینا ما اینها را دعوت دادم به صدای بلند تا ندای توحید را در مجالسشان به سمعشان برسانم. اول رو به رو می رفتم، اینها در گوشای خود انگشتای خود داخل کرده، سر خود چادر منده. باز ما به صدای بلند ای الله دعوت دادم اینها را به سوی توحید. خیر. ثم انی اعلنت لهم، باز یقینا ما سخن را آشکارا گفتم به ایشان، و اسررت لهم اسرارا، و پنهان گفتم ایشان را به پنهان گفتن. یعنی علنا دعوت دادیم و تنها به هر کس خصوصی دعوت دادم، آشکارا به صورت جمعی، و اسررت و به صورت سری یعنی انفرادی هم دعوت دادم. فقلت ای الله ما برایشان گفتم استغفروا ربکم، آمرزش بخواهید از پروردگارتان، انه کان غفارا، چرا که او بسیار آمرزنده است، مغفرت کننده است. اگر شما توبه کنید از الله طلب مغفرت بخواهید، همه گناههای شما را به شمول کفر و شرک می بخشد. علاوه بر وعده مغفرت گناهان به آنها 5 وعده دیگر هم آمد. اول، اگر شما از الله مغفرت طلب کنید الله شما را می بخشد، خود در پهلوی زی. 5 وعده دیگر هست. یرسل السماء علیکم مدرارا، بر شما باران پرخیر و برکت را پیاپی می فرستد. مراد از السما در اینجا باران هست. سما نام از نامهای باران هست، نام از نامهای باران. چرا در حدیث می آید صلی رسول الله صلاة الصبح بالحدیبیه على اثر سماء كانت من اللیله، نبی علیه السلام در حدیبیه بعد از بارانی که در شب باریده بود نماز صبح را خواند، یعنی على اثر سماء، بعد از بارانیدن باران. یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار میگن فراوان، پیاپی. الله تعالی باران پرخیر و برکت را پیاپی به شما میفرستد. و یمددکم باموال و بنین، امداد میکند شما را به مالها و فرزندان، یعنی هم مالهایتان را فراوان میکند و هم فرزند و نسلتان را زیاد میکند. و یجعل لکم جنات، و برای شما باغهای سرسبز میدهد. و یجعل لکم انهارا، و برای شما نهرهای پر از آب پدید می آورد. از این آیت دانسته شد که استغفار و بجاوری طاعت سبب گشودن ابواب خیر می شود. یرسل السماء علیکم مدرارا، الله تعالی بارانها را پیاپی به شما می فرستد. امام حسن بصری رحمه الله به یک نفر آمد از فقر شکایت میکرد که والا تنگ دست هستم. مرد دیگر آمد از خشکسالی شکایت کرد. مرد دیگر آمد از قلت نسل شکایت کرد. هر مرتبه که هر کس از حسن بصری پرسان میکرد گشنستم فلان، او برش میگفت که استغفار از الله طلب کن. کسی به حسن بصری گفت که هر کس از تو مشکل خدا طلب میکند که من اولاد ندارم دیگه، میگه که من خشکسالی است، به هر کدام میگی که استغفار طلب کن. حسن بصری آیت تلاوت کرد. یعنی راه حل همه مشکلات فردی و اجتماعی و استغفار است و توبه است به درگاه الله تعالی. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال، باز مالکم، چرا چی شده از شما را، لا ترجون لله وقارا، که برای الله عظمت و شکوه را معتقد نیستید. ترجون در اینجا به معنای تعتقدون. مالکم چی شده از شما را، چرا لا ترجون عقیده ندارید، امید ندارید، لله برای الله تعالی وقارا عظمت و شکوه را. قرطبی میگه لا ترجون به معنای لا تخافون تفسیر کرده. در این صورت معنای طور است. مالکم چی شده از شما را، لا ترجون لله وقارا، نمی ترسید از عظمت و شکوه پروردگار. قابل تذکر است که از جمله عقیده به وقار الله تعالی این است که هیچ مخلوق با او برابر کرده نشود، نه در لفظ، نه در محبت، نه در خوف، نه در رجاء و نه در طاعت. اگر هر کسی وقار و عظمت و شکوه الله را مراعات کند، الله در دلهای چنین مردم هیبت ایجاد میکنه، رعب ایجاد میکنه. و اگر کسی وقار خدا را رعایت نکند، هیبت و وقاری شخص هم از دل مردم دور می شود. اگر احیانا مردم چنین شخص بی وقار را توقیر میکنن، این به خاطر محبت نیست،
یا به خاطر پول و سرمایش است یا به خاطر کدام غرض دیگر است. از جمله رعایت وقار خدا اینمی است که ما کلام الله را و کلام پیغمبر را احترام کنیم، سخنان رسول الله را احترام کنیم، کلام خدا را و کلام پیغمبر را از کل گپای مردم کرده مقدم بدانیم. هیچ کسی را گپش در برابر گپ الله و رسول ترجیح ندهیم. اینا میگن وقار. الله اگر مردم واقعا قدر الله و رسول را میدانستند، امروز اینقدر ما در گرفتار بدعات و رواجان نمیشدیم. چرا؟ قدر هر چیز در پیش ماست و قدر رسول الله نیست. و این معنای واقعی است. توقیر پیغمبر بکار است، احترام باید باشد، به عظمت نگاه کنیم. احادیث پیغمبر بسیار ارزشمند است، بسیار عظیم است. سلف نهایت به احادیث نبی علیه السلام محتاط بودند. در نشستن احتیاط میکردند، در گفتن احتیاط میکردند. یکی از امامای حدیث یحیی غالبا هست، پادشاه خلیفه وقت به دروازه شام تک تک زد. گفت کیست؟ گفت فلانی است. گفت برو بگوش که من مصروف هستم، مصروف هستم. پس وقتی که آمد پادشاه از پیشش کنایتاً گلایه کرد. یا بعضی میگن که به این گفتن که خلیفه وقت آمد و تو نرفتی. گفت به خاطری که من حدیث رسول الله نشد، حیای ما آمد. یا از حدیث بخیزم که خلیفه آمد. و خلیفه هم خو خلیفه زمانی و نیم دنیا رو حکومت میکردی. و من حیای ما آمد که چطور از احادیث از نوشتن علیمه قلم بانم که حدیث پیغمبرم برم که خلیفه در دروازه ما آمد. این قدر عظمت کلام رسول الله در قلوبشان بود، کلام الله تعالی در قلوبشان بود. این حالی مردم است. امام مالک رحمه الله در درس حدیث نشسته است، گزدم میایه 3 جایی را تا به ای که بعضی میگن میفته در درس. وقتی که میگه گفت چرا خودت شور نداری؟ و من درس حدیث هم میدارم. حیای محمد که علی در برابر این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم خودت تو پیچ داده برم. این قدر بود در پیششان. امام بخاری رحمه الله علما در حالاتش ذکر کردن که هر حدیثه که نوشته میکرد شب غسل میکرد، 2 رکعت نماز میخوان، بازو یک حدیث را میگرفت در صحیح البخاری جای میداد. این قدر پر خیر و پر برکت کتاب است. با تأسف تعداد میان تو در برابر حدیث و این کتاب عظیم که تماما امت به اتفاق داره، تو به نظر حقارت میبینن که فلانا صاحبی متاثر از مجوسی است. تو متاثر از مجوسیت نشدی؟ استاد تو غامیدی آمد، چیزی که کتابه و آثارش بود از غامیدی را مطالعه کرد، آنچه که او میگفت تمام اعتراضاتش ای نقل کرد و یک فتنه جدیدی را در انکار حدیث با تأسف یک تعداد کشیدن. الله ما لکم ای وقار، ما لکم لا ترجون لله وقارا. چی سبب است که شما را که ندارید عقیده به الله، وقار خدا به عقیده ندارید، عظمت و عزت الله سبحانه و تعالی را پی نمیبرید. وقد خلقکم اطوارا، در حالی که آفرید شما را اطوارا به احوال گوناگون. اطوارا امین مراحل خلقت انسانه که از نطفه به خون بسته و گوشت و این تو تبدیل. الم تروا، آیا نمی بینید کیف خلق الله 7 سماوات طباقا، چگونه آفریده است الله تعالی 7 آسمان را بالای یکدیگر. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ساخت از مهتاب را در آنها روشنی و ساخت آفتاب را چراغ درخشان، ماه را در میان آن تابان او خورشید را چراغ درخشان قرار داد. وقد خلقكم اطوارا وجعل القمر فيهن نور، آل دلیل نفسی. والله انبتكم من الارض نباتا، الله شما را از زمین به گونه شگفت آفرید. انبت به معنای اوجده، پیدا کرد و آفرید. مراد از انبات ایجاد و آفرینش اصل انسان است، یعنی آدم علیه السلام است که الله تعالی او را از خاک پیدا کرد. به همین ترتیب نسل او که مخلوق است که از نطفه پیدا شده، خوی مادی تولید نطفه هم امو غذا است و غذا از کجا گرفته میشه؟ ولی خاک. ثم یعیدکم فیها، سپس شما را در زمین باز میگرداند. و یخرجکم اخراجا، و شما را از زمین بیرون می آورد به گونه شگفت انگیزی.
والله ای دلیل سفلی آفاقی سفلی. والله جعل لكم الارض بساطا، الله تعالی زمین را برای شما گسترده ساخت، پهن ساخت، بساطا هموار گسترده. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تا از جاده های امی فراخ و گشادی آن عبور کنید. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتسلكوا برای این که بگردید از آن در راههای وسیع. فجاج بس این صفت برای سبلان است، یعنی راههای وسیعی که بر رونده مشتبه نمی گردد. یا فجاجا جمع فج در بین دو کوه که می باشد. قال نوح الرب، آل ذکر قبائح قوم نوح علیه السلام. قال گفت نوح علیه السلام رب ای پروردگارا، ای از ناامیدی زیاد گفت. انهم عصونی، ای پروردگارا یقینا آنها از من نافرمانی کردند، از پذیرفتن دعوت من اعراض کردند. واتبعوا، و پیروی کردند، من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، از کسانی که نیفزود مال و فرزندانشان را جز بر خسران. یعنی قوم من از دعوت من اعراض کردند، از کسانی پیروی کردند که اونها رهبران شرک و سرمایه‌داران بودند، مردم را به ضد من دعوت میدادند، اطاعت مرا نکردند. من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، این اشاره است که در قومی او دو نوع مردم وجود داشت. یکی بزرگان بود، ملأ که مردم را به سوی تقلید خود فرا می‌خواندند، سردمدارا که میگن. او دوم کسایی که در پیروی زیاد بود. و مکروا مکرا کبارا، و مکروا نیرنگ کردن، مکر کردن، مکرا کبارا نیرنگ بزرگ. این بزرگان گمراه به راجع است و مراد از مکر دعوت دادن سوی کفر و شرک، تلبیس میکردن، تحریف میکردن. کبارن این مبالغه است، بسیار در برابر ما تدبیر جور کرده رفتن. این رهبرانی که به سبب ثروت و زور مردم را از پیروی منع میکردن که حق را نشنوید. و قالوا، و گفتن، در این اشاره است که در این مردم شرک فی الالوهیت موجود بود و این تفسیر مکر هم است، تدبیر و نیرنگ کردن. و قالوا، و گفتن، ای مردم صدا زدن که نوح علیه السلام آمده شما را از دین آبا و اجدادتان منمه، راه پدرانتان ببینید، راه آبا و اجدادتان ببینید. همیشه در قبال این امی سردمداران کفر و شرک اهداف خود دارند، اهداف خود دارند. شما در طول تاریخ ببینید چقدر بدعتایی که در جامعه حاکم شده، اکثرا اینمی تو مردمایی که صاحبان قدرت و زور بودن، زر بودن، سردمدارا بودن، به خاطر بقای چوکیشان و برای بقایشان اینمی تو بدعتا را جور کردن. چقدر شما میبینید در تاریخ اسلامی مطالعه کنی، باور به الله کنی، پشتر زین رواجا را که پیدا کرده اینمی سردمدارا بود. هدفشان از این کار چی بود؟ هدفشان اینمی بود که تا حکومتایشان بقا پیدا کرد. از این خاطر یاخ استاده شدن، گفتن لا تذرن آلهتکم، نگذارید معبودان خود را، یعنی عبادت معبودانتان را مگذارید. ولا تذرن ودن، ای مردم ود بابا را نمانید. ولا سواعا سواع را نمانید. ولا یغوس را نمانید، یعوق را نمانید، نصر را نمانید. این 5 تن پاک بود، 5 تن پاک. این معبودانی این مردم بود استاد شد که گپ فریب نوح را نخورید علیه السلام، بلکه به همین معبودانتان محکم بمانید. امام بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرده، بتانی که در قوم نوح علیه السلام وجود داشت بعداً در میان عرب نیست روی کار شد. ود ایره قبیله کلب گرفت، ای در دومة الجندل بود. سواعی مربوط به قبیله هزیل بود. یغوسه مربوط به قبیله بنو غطیف بود در منطقه جو. یعوقا ایره همدان، قبیله همدان عبادت میکرد. و نصر قبیله حمیر که را آل ذی کلاع میگفت یا عبادت میکرد. این 5 تن اصل مردمان نیکی بودند. زمانی که وفات کردند شیطان در نفوس قوم این مطلب را القا کرد که اینا مردمان خوب هستند
امیر تصویرایش بسازه که ما در خانه خود نصب کنیم، بس یادگارشان باقی بماند. از تصویر آستا آستا مجسمه جور شد و بعد از این هر کس یک تا جور کرده رفت. زمانی که نسل رفت، نسل بعدی زمانی که آمد گفت اینمی خدایتان از پرستشی اشخاص شروع شد. علامه بقایی در نظم الدرر ذکر کردن که اینها صورتهای اشخاص نیک بود، لیکن مشرکان عکسای زیار از جهت صفات مختلف ساخته بودن. یعنی ود را تصویرش ساخته بودن، این در رجولیت مردانگی کامل بود و چهری زیر مانند یک مرد ساخته بودن. سواع زن بود، این بسیار عبادت کننده بود، پس چهری زیرم که ساخته بودن به شکل زن. اطلاق رجالم به این تغلیبا میکردن. یغوثه ای بسیار شجاع و دلاور بود، پس عکس زورم به شکل شیر ساخته بودن. به شکل چی؟ شیر. یعوقه ای بسیار قوی بود و دارای کارهای نیک بودن، سبقت داشت در کار نیک، از این خاطر شکل زیر به چی ساخته بودن؟ به شکل اسب ساخته بودن. نصرن از نگاه بدن بزرگ بود او صاحب عمر زیاد بود، پس یا بوتی او را به شکل پرنده بزرگ ساختن. از بین این معلوم شد که اینها تماما اشخاص چی بودن؟ نیک بودن. عالم که در دنیا بت پرستی را میبینه این زمین متأثر شده رفتن و یا عبادت به خاطر زی میکردن که به هر کدامشان عقیده خاص داشتن که فلان حاجت را برآورده میسازد و این فلان حاجت را برآورده میسازد. شاه عبدالعزیز رحمه الله ذکر کردن که هر کدام را مظهر جداگانه میدانستند. ود را مظهر محبت میدانستند، یعنی او را مسئول پیدا کردن محبت در بین دو نفر. سواع را مظهر ثبات میدانستند، قیومیت. علی با تعصب در بعضی تعدادی فلانا قطب الاقطاب است. قطب میفهمید چی معنی؟ فلانا قطب، یعنی این نظام دنیا را این پیش میبرد. ود هم که از مظهر محبت میدانستند. عالم که از فلانا که از بری دوج زیارتش که دوتا عاشقه و معشوقه کتی هم یک جایی میکنه. دوم بود، دوم یغوثه بود. یغوثه این مظهر فریاد رسی بود که فریادای مردم، یعنی مشکلات و بلاها را دفع میکنن. علی هم یا ساختن فلانا غوث زمان است. غوث زمان معنی یعنی در این زمان فریادای مردم که میشنوی نیست، مشکلات مردم را که حل میسازد نیست، اینا میگن این غوث است. باز دیگر میگن این غوث العظم است. فریاد رس هم است و بزرگ فریاد رس. اما شما در سورت انفال خواندیم که فریاد رس کی است؟ اذ تستغیثون ربکم، وقتی که شما به کی فریاد رسی کردید؟ به ربتان. در غزوه بدر و احد به کی فریاد رسی کردن؟ به کی فریاد را بلند کردن صحابه؟ الله. یعوقه را مظهر دفع بلایا میدانستند، کی بلاها را دور میکنند. او نصر را مظهر درازی عمر میپنداشتند، یعنی او مسئول زیست که عمر ما را دراز کنه، برکت بندازه. بینی ترتیب عبادت های زیاد شروع شد. اصلا بزرگا بودن. امام بخاری رحمه الله ذکر کردن که یا 5 تن پاک بودن. 5 تن پاک به خاطر میگم اولیاء بودن، مردم نیک بودن. خب پسان از این چی جور شد؟ آلی معلوم شد که در اسلام قدر در باب عکس که سخت گفته علتش ایستن که بنیاد شرک از کجا شروع شده؟ از همین عکس، تصاویر و بت پرستی. بت پرستی از کجا شروع شده؟ از قبر پرستی. از این جهت در اسلام این دو موضوع بسیار سخت تیز بیان شده که آدم در تعظیم قبور صالحین غلو نکند و در تعظیم چی؟ تصاویر هم. اینی علت چی است؟ حرمت تصاویر هست. علت حرمت تصاویر. آلی هم که شما در دنیا میبینید بتایم که ساخته شده بنیادش از همین چی است؟ تصاویر هست. و اول از کجا شروع شده؟ تعظیم قبور صالحین، احترام. از همین جهت نبی علیه السلام بار بار گفت لا تطرنی کما طرت النصارى، اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. پروردگارا تو قبر مرا بت مساز که مردم عبادت زیر شروع کنن. پروردگارا تو ایرا میلگا جور نکن، میلگا جور کنه که عرس فلاناس و او را پوش کنه. این سبز پوشی ولی شد، این سرخ پوشی ولی شد. هر روز یک غلاف بنداز و مردم بیای حاجت ها را طلب کنه. این میگه مشکل است.
و یا استاده شدن و مردم گفتن ای قوم ما و شما از خود خدا داریم، 5 تن پاک است، اوش کنه که عبادت زیر ترک نکنه، دعوت نوح علیه السلام با. و قد اضلوا کثیرا، این رهبران مردم زیاد را گمراه ساختن. رهبرای فاسد هم طور است که عقیدش خراب باشه، کلانتری که عقیدش خراب باشه مردم را به جایزی که به توحید دعوت بده به بیدینی دعوت میده. مسجد نمیسازه، زیارتها را جور کرده است. به چی جور میکنی؟ به این کدام فلسفه است؟ 10,000 صحابه در جنت البقیع دفن است، سر یک قبر زی گنبد نیست و تو بیدین گنبد نیست. این فلانا صاحب است، این فلانا صاحب است. باور به الله کنیم، ما در بسیاری جا قصدن میگم، ما در زیاد ولایت ها رفتیم، در هر ولایت که میرم اول کار ما اینمیست که ببینیم زیارت ها مردم چی عقیده داره. تو خبر نیستی مردم حاجت های خود طلب میکنه، مردم میرن، کسی اولاد طلب میکنه، کسی فلجار. ما چند وقت پیش غزنی رفتم، باور به الله کنید در بالول موتر آمد از طرف بالا، گفتم خیریت از بچه آمدی؟ گفت والا این بچه فلج است، به زیارت آوردن که جور شود. چرا این کارم میکنم؟ اینمیست هر کدامش اوجه خاص از این به فلانا درد است، به فلانا درد. از اینجا موتر مردم در بس میکنن میرن به فلانا جای برین، فلانا را اوشه بخوی تو میشه، فلانا را ای تو کو. دعوت داده رایستن. یک سفر دین مال خود نیست، بسیار مشهور آدم در وطن در صفی خود نوشته که فلانا که آب فلانیست، هر کسی که بواسیر داشته باشه به برکت امام فلانی که از مشکلش حل میشه، یک استنجا بزنه. وقد اضلوا، ای رهبران ای الله زیاد مردم رکت گمراه ساخت. ولا تزید الظالمین الا ضلالا، ستمگاران را جز گمراهی میفزا، چرا که اینها خودشان گمراه. مما خطیئاتهم، از جهت گناهانشان، اغرقوا غرق کرده شدن، فادخلوا نارا، پس داخل کرده شدن در آتش، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، پس نیافتن بر خود جز از الله تعالی کمک کننده. امام قرطبی فادخلوا نار را دلیل گرفته به این که عذاب قبر مراد است، و این هم از جمله آیت هایی است که دلالت بر اثبات عذاب قبر دارد. وقال نوح الرب، سرانجام نوح علیه السلام 950 سال بسیار عمر است، 950 سال زیاد. سرانجام ی آدم هم کس امکاسه صبرش لبریز آمد. قال گفت نوح الرب، نوح علیه السلام گفت رب ای پروردگارا، لا تذر علی الارض، نگذار بر زمین، من الکافرین دیارا، از کافران یک خانه آباد. خدا یک خانه آباد بیان نما. انک یقینا تو، انتظرهم اگر بگذاری ایشان را، یضلوا عبادک، گمراه خواهد کرد بندگان تو را، ولا یلدو، او نخواهند زاید، الا فاجرا کفارا، مگر بدکار او بسیار کفر کننده. پروردگارا اگر یا بمانند دیگه مردم را گمراه میکنند، اولادی جان فاسق و فاجر ببار میاد، پروردگارا هلاکشان کن. سوال ایست که به نوح علیه السلام چطور معلوم شد که اولادی جا فجار پیدا میشه و امید هدایت از یا وجود نداره؟ جوابی است که از وحی معلوم گردید، چنانکه در سورت هود آیت 36 ذکر هست. و این دلیل است مردمی که به دین ضرر میرسانند و امید هدایت ظاهری از آنها باقی مانده نباشد، پس دعای شر در حقشان جایز است. نبی علیه السلام چنین دعا کرده، رب اغفر لی، در آخر میگه پروردگارا مرا بیامرز، ولی والدی و پدر و مادرم را، ولی من دخل بیتی مؤمنا، او بر کسانی که با ایمان به خانه من داخل شوند، وللمؤمنین والمؤمنات، مراد از دخل بیتی مؤمنا در لفظ بیت احتمالات از قرطبی نوشته، مراد از این خانه نوح علیه السلام است، یا مراد از بیت یا مسجد است، کسی که در مسجد میاد، یا بیت یا مراد از این کشتی او است، یا دین اوست، کلی معنا صحیح می شود. ولی من دخل بیتی مؤمنا، او کسی که داخل خانه ما می شود، یعنی در کشتی داخل شد، در مسجد یا در دین نوح علیه السلام است، اورم خدای ببخش. وللمؤمنین والمؤمنات، همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را در هر عصر و زمانی که باشد خدای ببخش، در هر زمانی که است. نوح علیه السلام در حق امام دعا کرد، الحمدلله. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و زیاد مسا ظالمان را مگر هلاکت.
قبلا دعای شر خاص بود برای قوم او و این دعا عام است. خدایا در هر زمانی که ظالم باشد ظالم را تباه و برباد بساز. در این دعایی که نوح علیه السلام مناجاتش را به آن خاتمه بخشید، نخست برای خود و بعد به پدر و مادر خود طلب مغفرت کرد، چرا که آنان نزدیکترین افراد به او بودند. سپس برای همه افراد مؤمن، فامیل و عموم اقارب مؤمن خود. از این خاطر دعا هم وقتی که تو میکنی اول به خود دعا کن، باز به پدر و مادر دعا کن، باز به اقارب و خویشاوندت و باز کل مسلمانان را در دعای خود داشته باش. به برکت دعایی که تو به مردم میکنی الله باز دعای تو را هم میپذیره. یک 5